اگه تو هم روی گوشیت برنامه واتساپ رو نصب داری، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو به هیچ وجه از دست نده و تا آخر این ویدیو همراه من باش، چون قراره توی این ویدیو بهت کلی ترفندهای خاص و خفن واتساپ رو آموزش بدم که مطمئنم حداقل 2 تا از این ترفندا رو بلد نیستی. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو به هیچ وجه از دست ندی و تا آخر این ویدیو همراه من باشی و همین الان این ویدیو رو سیوش کن، چون مطمئن باش که بعداً دوباره بهش نیاز پیدا میکنی. خب دوستان، اولین ترفندی که میخوام بهتون آموزش بدم که ساده ترین ترفند این پستم هست اینه که والپیپرتون رو بالا با یه شخص خاصی که دوست دارید توی چتاتون تغییر بدید. برای این کار فقط کافیه که روی این 3 نقطه بالای صفحه بزنید و بعد اینجا گزینه والپیپر رو انتخاب کنید و اینجا خودش چندین حالت داره و میتونید از توی گالریتون هم انتخاب کنید از قسمت مای فوتو، یا اینکه میتونید حالا یکی از این عکسایی که اینجا هست رو انتخاب کنید و بعد از این پایین روی گزینه ست والپیپر بزنید.